احترام و رفتار نیکو با همسر نشانه مردانگی و بزرگی مرد است. متاسفانه بعضی نوجوان مردان با همسران خود بدرفتاری می کنند. آنها را می زنند و سخنان قبیح و دلخراش می گویند و باز فخر کردن می گویند که زن را از همان روز اول باید زده علاوه چشمش را گرفتن لازم است. پناه به خداوند. این شیوه نوجوان مردان و فرومایگان است. جوان مردان مسلمان، خوب باید داشته باشید که نه هر کسی که لباس مردی پوشیده باشد مرد است. نه هر کسی که نام مردانه داشته باشد مرد است. مردی که به زن اهانت می کند انسان پست و فرومایه است. ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. یعنی فقط انسانهای بزرگوار زنان را احترام می کنند و تنها انسانهای پست و فرومایه به زنان اهانت و به احترامی می کنند. جوان مرد مسلمان، آیا به کسی اهانت و به احترامی می کنی که خداوند به تو امر کرده می فرماید که با همسرت رفتار نیکو داشته باش؟ خداوند می فرماید استعیذ بالله و عاشروهن بالمعروف، یعنی با زنان رفتار نیکو داشته باشید. و آیا به کسی اهانت و به احترامی میکنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم درباره آنها میفرماید استوصوا بالنساء خیرا، یعنی با زنان رفتار نیکو داشته باشید؟ پس چگونه خود را مرد میشماری در حالی که به یک نفری که جسم ضعیف و نازک دارد و خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب او سفارش کرده میفرماید که با زنان رفتار نیکو داشته باشید، ولی تو با او بدرفتاری میکنی و این سخن خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را نادیده میگیری؟ جوان مردان مسلمان، در حق زنان از خداوند بترسید. فراموش نکنید که هر یک به احترامی و اهانت شما و هر یک ظلم و ستمی که به آنها می کنید الله مقتدر و توانا آن را بی جزا نمی ماند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.